السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به هر نفری که الحال ما را تماشا کرده ایستادین، خدا نگهبانتان باشد. خوش آمدین به شبکه صدای امید. برادران عزیز، از همت خواهش میکنیم تا آخر نوار تماشا کنیم. شاید که برای بسیاری از ما و شما فایده سخت کند. یک مرد ثروتمند یک جوان پسری را با غلامی میگیرد تا اینکه به کارهای همسرش یاردم کند. این مرد هر روز به کار میرفت میآمد. این غلام به کارهای همسر او یاردم میکرد. 2 سال با اینها زندگی کرد. این غلام سخت از خدا میترسید. روز میگه همین مردی بای در جای کارش میخواهد که با یک کارگر خود زنا کند. یک دختر جوان خطی. وقتی که این دختر جوان را میخواهد که زنا کند، این داد و فریاد میکند و از ته دست این مرد رها مییابد و میگریزد. این مرد ثروتمند خیلی غضبانی میشود و به خانه برمیگردد. داخل خانه میشود که همسرش رویهای خود را کنده است و داد و فریاد برداشته ایستاده است. در حال به نزد زنش میآید، میگوید و تو چی شد؟ زنش خاموش است. باز میگوید با تو چی شد؟ همسرش میگوید این پسری که خود به خانه آورده بودی 2 سال پیش که این 5 وقت نماز میگذاشت، از خدا سخت میترسید، امروز خواست که با من زنا کند و من از ته دست این رها یافتم و این گریخته رفت. مرد گریه میکند و در زمین میافته. خدایا میگه 100 راز به شکر خودت را میکنم. اون دختر از ته دست من رها یافت. اگر من با اون زنا میکردم، وای بر حال من که در خانه و همون کار سر میزد. ببینید برادران عزیز، زنا چه بدبختی های دارد که هرچی کرده همون میبینیم. از یک ساعت دیگر میگذارم که این را 1 سال پیش کرده بودیم. بسیاریا خواهش کردن که همون بازم یک بار دیگر نقل کنیم. ما خواستیم که نقل نکنیم، ما همون ساعت گذاریم. 1 سال پیش ما همین ساعت گپ زده بودیم. با دقت تماشا کنیم. امروز اگر ما و شما فهمیم که در یک جا یک زنا کردن و ما و شما میگوییم که لعنت بر تو، پدر لعنت بوده، خدا تو را لعنت بکنه که تو زنا میکنی، ما باید هیچگاه این سخنان نگیم. بگیم که الله او را هدایت که و ما را از این گناه باز دار. ما باید این سخن نکنیم. این نفس انسان از چنان میبردارد که همه چی را فراموش میکند. انسان هایی هستند که با خواهر خودش، با مادر خودش زنا کرده است. نفس چنان بلند است. خداوند ما را نگهبان باشد. یک قصه ای را پیشنهادتون میکنیم، قصه را با دقت گوش کنین. یک جوان در یک خانه زنا میکنه. وقتی که از خانه بیرون میشه و یک مرد میبینش، میگه ای مرد خدا، آیا تو فراموش کردی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته است؟ گفت کسی که با خواهر کسی زنا کرد، با همسر کسی زنا کرد، یقینا بدونه که با همسر و با خواهرش زنا میکنن. آیا ای تو فراموش کردی؟ این جوان در سخن او خندید و گفت من خواهر همسر ندارم. خندیده رفت میگه خانه. وقتی که میگه داخل خانه شد، یک مرد با مادرش زنا کرده است. یک مرد با مادرش زنا کرده است. شما تصور کنین برادران، ما که خواهر نداریم، همسر نداریم، اما مادر داریم که مادر نداشته باشیم ما آینده همسردار میشویم که دختردار میشویم که نبیردار میشویم که با یکی از اینها که نکردن با نبیره با دختر با زنی تو زنا میکنه. ای همین سبب از زنا خیلی دور باشین. یک قصه دیگر واقعی است. در وطن چند سال پیش رخ داده بود. 2 جوان در یک دانشگاه میخواندند. روز یکشنبه، یعنی که روزی عادی خشان، این دوستش به دوست دیگرش میگوید بیا همین روز خودمون دلخوشی گذرونیم، رفته از بازار خرید میکنیم، 2 دختر دیگر با خود میاریم. این دوستش هم راضی شد.
وقتی که این دوست به بازار رفت خرید کرد، 2 دختر دیگر را با خود گرفت آورد. آمد که در خانه دوستش نیست. با دوستش زنگ زد، گفت ای دوستی من، تو کجا هستی؟ دخترها ما رو انتظار هستند، تستر بیا امروز رو دلخوشی گذرانیم. این دوستش گفت الحال می آیم. وقتی که دوست آمد داخل خانه شد، دید که در داخل خانه خواهر خودش است. در داخل خانه خواهر خودش است. نگاه کنین الله چه تاومت یا بسرت میزنه. چه خیل است که زنا کنی روی خواهرت مادرت اپت بینی. چه خیل است، چه خیل خطا حس بکنی. هر چی کردی همون میبینی. دری کسی را یک مشت دادی در 2 مشت میزنن. این هم فراموش نکن. ما و شما مهربانی الله را از کجا میدانیم؟ آن ذاتی که یگانه هست با عبدش مهربان است. ما و تو از کجا میدانیم که همین جوان توبه کرد؟ ما و شما از کجا میدانیم؟ وقتی که ما و شما اینها را در اینترنت نشر میکنیم، دیگه آب روی اونها را ریزانده. الله آب روی ما و شما را نمیریزانه. چند روز پیش در یک جمعه را دعوت کرده بودن، با یک برادر رفتیم. یک برادر یک شبکه دارد در همین یوتیوب، یک ویدیو درباره همین زنا پرتافته است. 27,000 پرسماتور گرفته است. من گفتم ای برادر، همین ویدیوی خطا او دلیل بکن، خیلی خوب میشود. گفتیم 27,000 پرسماتور گرفته است، من ایره او دلیل نمیکنم. گفتم یکی که خواهر ما و تو را همین خسیانکه کنند و در اینترنت نشر کنند، تو چی کار میکنی؟ گفت کردن بگیرن، باکی نداره برای من. یعنی که معلوم می شود که همان انسان هایی که درباره زنا میپرتویند پروا ندارند که خواهر یا مادر اونها را زنا در روی زنا شما قپند و در اینترنت نشر کنند و پروا نداشتند. ای همین سبب دوستان، شما هیچگاه عیب خودمان هم هست. شما هیچگاه در اومده تماشا نکنید و لایک نمانید در آنها. یا فراموش نکن آنها چه گناهی کردن. ما و شما اگر در همون گناه هم نباشیم، همون تماشا کردیم، گویا ما و شما زنا کردگی هستیم. با میگیم که این بدبختا زنا کردن. بدبخت ما و تو میگه که همون تماشا میکنی. چرا تماشاش میکنی؟ چرا تماشا میکنی؟ که جای یک زنا نوشته شد، همه شما همون سو غلبه میکنید که همون زنا را تماشا کنیم. نکنین برادران عزیز، فراموش نکنید که در نامه اعمال ما همون زنا نوشته میشود. ایره فراموش نکنین. مهربانی الله را بین، مهربانی الله را ببینین چگونه مهربان است به عبدش. یک جوان زنا میکنه، در وقت زناش میقپندش، به نزد پادشاه میبیان، میگه همین جوان زنا کرد، این جوان میگه پیش من بیارین. وقتی که جوان پیشش میارن، میگوید ما تو را فردا در بین مردم آشکار کرده بعدا آتش میزنیم. در آن وقتا کسی که زنا میکرد، وقتی که میقپیدن در آتش میپرتافتند. وقتی که مردم دعوت میکنن، مردم بسیار جمع میشود، خواستن که این جوان آشکار کنن در بین مردم. این جوان در بین چی گفت؟ دعا کرد، گفت خدای مهربان، آیا ما عبد تو نیستم؟ آیا ما بنده تو نیستم؟ آیا بندگان تو بیگناه هست؟ آیا خود گفتگی هستی که بندگانم گناه کنن، توبه کنن، من او را میبخشم؟ من توبه کردم، مرا در بین بندگانت آشکار نکن، من توبه کردم. میگه هرچی الله در جنبش در آمد به عبدش، میگه همو عکس عبد اهلیش کرد، میگه صورت او را دیگر کرد. میگه پادشاه همین قدر میکوبه دیگه نمییاوشه. نگاه کنین مهربانی الله ما را. الله ما همین خیلی مهربان است. نگاه کنین دورهای حضرت عمر رضی الله عنه را. یک جوان میگه در دستش یک بطلکه عرق آمده است به دره. میگه 50 متر دور حضرت عمر رضی الله عنه را دید. از هیبت عمر رضی الله عنه همه میترسیدند. میگه دست پاش لرزه در آمد. دیگر چیزی کرد نتونست و همون بطلکه عرق خود در پشتش بجا کرد. هایی که حضرت عمر دیدش، گفت ای جوان، تو چی بود در پشتش بجا کردی؟ گفت چیزی نیست. گفت با تو گفته استم چیست در پشت تو؟ میگه 1 منوت چشمانش رو پوشید و گفت در پشت من ساک انار است. گفت با من نشانته. وقتی که میبروره ساک انار است،
در حیرت میافته. حضرت عمر دیده بود بطولکه اوای بود، عرق بود. این جوان دعا کرده بود که الله مهربان مرا از حضرت عمر نجات بده، من دیگه هرگز عرق نمی نوشم. من توبه کردم، همین عرق مرا به ساک انار مبدل گردان. نگاه کن مهربانی الله را آشکار نکرد عبدشه، آشکار نکرد بندشه. چرا ما و شما او را آشکار بکنیم؟ چرا ما و شما آشکارش بکنیم؟ فراموش نکن چیزی را که آشکار کردی الله گناهی تو را آشکار میکنه. این را فراموش نکن. ای بس برای ما آبروی ملت خودمون، آبروی خلق تاجیک خودمون خودمون به دست خودمون میریزانیم. و از شما خواهش میکنم چرا که در اینترنت زنا نوشته باشند همون را تماشا میکنین، یک قصه یک چیزای پندآمیز باشه او را تماشا نمیکنین، والله گناهگار میشوین شما. من برای فایده خودتون گفتم بله من دروغگو هستم، من زناکار هستم، من عرقخور هستم، من چی خیلی من انسانی بد هستم، مایلش من بد باشم با گفته من کنین، نه اینکه با کرده من چیزی که گفته ایستادم برای شما یک فایده داره. من با ضرر شما نگفته استم، من شما را نگفته استم که برای زنا کش، برای عرق، برای ناس کش، برای سیگارت کش. من شما را با این چیزهای حرام دعوت نکرده ایستادم که. و تماشابینان عزیز میخواهم که یک شعر دیگر را بهر شما پیشنهاد کنم. این شعر خوش رو گوش بکنین، خیلی یک فایده خوب دارد. در جهان بی بقا آخر پشیمان میشوی، عمر خود ضایع مکن جانا پشیمان میشوی. قدر یار دوستان را دان اندر زندگی، عاقبت ای بی خبر در خاک پنهان میشوی. دایما در ذکر حق باش و خدا را یاد کن، خان مرو بر راه شیطان پرزی عصیان میشوی. گر بیابی دولت و دنیا و ملکی به حساب، این همه حیران بمان جسمی که به جان میشوی. زن کند شوی دیگر فرزند فراموشت کند، هیچ یاد تو نماند چو در خاک میشوی. ای که داری عقل و هوش صرف خدا کن مال خود، پیش از آن که در لحد پوسیده ویران میشوی. در زبانت لا اله را دائما تکرار کن، دور از گفتاری بد باش چون که رسوا میشوی. اهل علم و طالبان را گر توانی دست گیر، با هنرمندان نشین عاقل و دانا میشوی. با بدان منشین که ایمانی تو میگردد خراب، در سرای آخرت در نار سوزان میشوی. امیدا خواهی سعادت نیکی کن بر مردمان، در بهشت جاویدان با حور و گلمان میشوی. در بهشت جاویدان با حور و گلمان میشوی. این هم بود دوستان عزیز یکی از شعرهایی هست که بحر قیامت است. ما و شما باید در یک روز چند مرتبه مرگ خدا یاد بکنیم و باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.